یاکشاها نژادی از دیوهای قدرتمند با توانایی‌های فراتبیعی هستند که جزو ادب‌تای‌ها و نگهبانان لیو محسوب میشن. اونها در نبردها و میدان‌های مبارزه میان‌های قابلی هستند و عمر بسیار طولانی دارند. در اصل ظاهر واقعی اونها به شکل حیواناته، ولی اکثر مواقع در فرم انسانی خودشون هست. در داستان بازی یاکشاها به عنوان موجودات تهاجمی و جنگ طلبی توصیف میشن که در حین مبارزاتشون مازی جلو می‌دارن. در واقع یاکشاها موجوداتی با ظاهر خشن و خودآگاه عجیبی دارن که برای انجام وظایفشون از هیچ دلیلی نمی‌جنگن. بعد از شروع جنگ آرکان‌ها موراکس، آرکان ژئو یا در واقع همین جانی سعی کرد از مردم خودش در لیوه در برابر شرارت و بدخواهی خدایان دفاع کنه. اگرچه او موفق شد بعضی از خدایان رو شکست بده، اما پس لحظات این نبرد منجر به تهدید جدید از طرف شیاطین و اهریمن‌های بقایای خدایان شکست خورده شد. موراکس متوجه شد که برای مقابله با این موجودات پست نیاز به یک پشتیبانی داره و به همین دلیل از یاکشاها لغت کرد.天地の恵みにより雨と風の祝福を受け山海が歓喜する。星が巡り世は遷移したが世界の本質は変わらない。名を馳せようと職法を頼りに進むのは大事なことよ。今昔の所持は激動に流され新たな才が現れた。در حالی که یاکشاهای زیادی وجود داشت، 5 یاکشا به دلیل قدرت و توانایی‌های خودشون به عنوان برجسته‌ترین یاکشا در نظر گرفته می‌شدند. بوزیشس، انداریس، بانلیس، ملوکیس و آلتیس که این 5 یاکشا به رهبری بوزیشس شناخته می‌شدند. اگرچه یاکشاها مبارزان بی‌نقصی بودند، اما در نهایت به خاطر مقابله با تاریکی و شرارتی که با آن می‌جنگیدند آلوده شدند. در بازی اسم این نفرین و شرارت بدهی کارمایل یا کارمیچ بود. این نفرین یاکشاها رو آلوده کرد و باعث خدشه‌دار شدن روح اونها و آسیب داده شد. بعضی از یاکشا در اثر این نفرین با همدیگه درگیر شد و بعضی دیگرشون به جنون کشیده شدن و دست به خودکشی زدن که در نهایت فقط یک یاکشا تونسته می‌بره. آلتس ملقب به فاتح شیاطین یا در واقع شیا. یاکشای اول، بوزیشس. بوزیشس یاکشای الکترو بود که با 4 بازو و لباس بنفش رهبری 5 یاکشای دیگر رو بر عهده داشت. زمانی که هیولاهای کانریا سعی کردند از طریق کزم به لیوه حمله کنند، بوزیشس نقش قهرمانانه‌ای همراه با بویانگ و برادر کوچکتر بویانگ یعنی رومژو که از اجداد یلان بود رو در این فاجعه ایفا کرد. در واقع بوزیشس با شجاعت به شکل‌گیری نقشه‌ای کمک کرد که شامل یک حکم‌نما و یک کاتالیزور شگفت‌انگیز بود که میتونست زمان و مکان رو دستکاری کنه تا شیاطین رو از بین ببره. انرژی مورد نیاز برای شارژ حکم‌نمای شگفت‌انگیز باید از یک ادب‌تای و یک انسان تامین می‌شد. در نهایت بوزیشس داوطلب شد تا اون ادب‌تای بشه. بنابراین بدون اینکه خودش متوجه بشه وارد یک چرخه کشتار شد و به نفرین خودش سرعت بخشید. اگرچه این نبرد موفقیت‌آمیز بود، ولی بعد از این نبرد اون دیگه اسم خودش رو هم به یاد نمی‌آورد. با این حال اون بعد از تحمل سختی‌های زیاد در حالی که گرفتار نفرین بدهی کارمایل شده بود، تونست در لحظات آخر عمرش گذشته‌ش رو به یاد بیاره و تونست توی خیال خودش خانواده‌اش رو ببینه و بعد از اون از دنیا می‌ره. به همین خاطر اون در افسانه‌ها به نام یاکشای بی‌نام معروف شد که لیو رو از دست اهریمنان نجات داد. یاکشای دوم بسته باننس و منونیس. گفته میشه باننس یاکشای شاهدار هایلو و
و منوپیس یاکشای ژئو به خاطر مهمونی بدهی کارمایی با همدیگه درگیر میشن و در این مبارزه هر دو کشته میشن. یاکشای چهار انداریس. به نظر میاد انداریس یاکشای پایرو با موهای قرمز در طول درگیری با شیاطین به خاطر نفرین و ترسش از اینکه از بین بره مجنون میشه و دست به خودسوزی میزنه. 見ろ、そこに人が。あ、彼らは一体。ああ、我の。思い出した。お前たちは。我の兄弟たちが迎えに来てくれたぞ、白夜。正気に戻ったのか。せめて名前を教えてくれ。兄者、フシャの兄者。おいフシャ。フシャ。我の名はフシャ。その意味は不祥は散り、万般を射す。یاکشای پنجم آلاتس یا در واقع شیر. اینجور که بازی رو باید بکنه شیرو در مقابل این نفرین از خودش تا حدی مقاومت نشده، هرچند که اون یک بار به شدت به کنترل نفرین روی خودش نزدیک میشه، ولی با شنیدن صدای موسیقی منتی روی خودش مسلط میشه و نجات میده. اون به خاطر ترس از انتقال این نفرین و آلوده شدن بقیه بهش خیلی اجتماعی نیست و به آدما نزدیک نمیشه. شیعه‌ها برای ژانگلی احترام خاصی قائله و از اینکه کسی راجع به ژانگلی بد صحبت کنه ناراحت میشه، چون در گذشته ژانگلی اون رو از دسته خودت شروم نجات داده. ژانگلی کسی که اسم شیعه‌ها رو به آلاتس بده و همچنین هر چند وقت یه بار برای اون داروی آماده میکنه که آلودگی به نفرین رو براش قابل تحمل تر میکنه. در نهایت از بین 5 یاکشای گماشته شده به عنوان نگهبانان و پشتیبانان ژانگلی و سرزمین دوئل تنها یک یاکشا زنده میمونه که اون هم همچنان به ژانگلی و مردم وفاداره و یاد 4 یاکشای دیگر رو زنده نگه می‌داره.